در قیامت عابدی را دوزخش انداختند. یک دمی بر آه و فریادش نمی پرداختند. او همه گفت خوانده ام 70 سال هر شب نماز، پس کجاست اجر و ثواب آن همه راز و نیاز؟ بس ندا آمد چرا تهمت زدی همسایه ات؟ این همان پاداش تهمت که این جهنم خانه ات. گفت در همه دوران عمرم گر زدم یک تهمت، پس همین باشد جزایم یا الها رحمته. آن ندا گفتا همان کس که زدی تهمت بر او، مدت 70 سال جمع کرده بودش آبرو. تو نیز اگر در زندگی تهمت همسایه را بر خود رواگر میکنی، دیدگانت را به درگاه خدا تر میکنی.